بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد از این پالیسی های دوگانی امریکا، این موضوعی است که آل بکوری به تمام دنیا آشکار شده. واضح است که اینا بازی دوگانه در طول سالیان متمادی بعد از که امریکا از پالیسی انزوا یا ایسولیشن از 1941 برآمده و به صحنه سیاست جهانی پا گذاشته و مداخلات مستقیم و غیر مستقیم امریکا در کشورها وجود داره، بنان بازی دوگانه داره. وقتی که در یک جای مسئله به نفعشان باشه، به کلی به طور واضح مثالش هست. مثلا شما میبینید که در غزه 200,000 نفر زخمی و کشته شدن، یعنی 70,000 کشته شد، 130,000 زخمی شد. اون یه نه حقوق بشر بود، نه دفاع بود و نه امریکا حاضر بود که اونجا قوای خود روان کنه و یا دفاع کنه. برعکس باروت و راکت و میزایل به اسرائیل میداد که دیگه هم بکن، و حتی خودش به میدان آمد و گفت که اگر مردم غزه منطقه را خالی نکنن و تن برای تسلیم شدن، به طور جزا برشان بتیم که تاریخ یاد داشته باشه. اما ببینید در ایران میگن که اگر یک نفر مرمی سرش فیر شد، ما اقدام میکنیم و میایم برای دفاع و مداخله میکنیم. طوری که به شما معلوم است وقتی که تظاهرات در نیویورک صورت گرفت، در اونجا قوای گارد خاص خود فرستاد و بالای اونا شلیک کرد و مردم حتی کشت. و در اونجا مسئله نمی بود که اینا گفتن که ما هر آن عملی که باعث از بین بردن امنیت و امنیت داخلی امریکا شوه، او را به حساب میزنیم و تقبیه میکنیم، سرکوب میکنیم. از این بابت در اینجا معلوم میشه که بازی دوگانه دارن اینا. در مملکت خود اگر خودشان یک تظاهرات کم ذره چیز باشه، خودشان سرکوب هم کردن میتونن به زیر نام چیز به حساب مسائل امنیتی داخلی. و همچنان در جایی که باز به نفعشان باشه میگن که چون از تظاهرات حق مردمی است و حق یک به حساب طبیعی سیاسی یک فرد کشور است، بنان اگر جلوی ازی گرفته شود خلاف قوانین بین الدول و حقوق بشر است، اگر چه ما مداخله میکنیم. یعنی با کلی واضح نشان میده که بازی دوگانه دارن امریکایی ها و دنیا علی به این میفهمه. شما میبینید که در این روزا اینا دارن بر علیه کشورها در همه جای، در ونزوئلا جریان که ما شما دیدیم تخلف از قوانین بین الدول بود. یعنی بالای کشور آزاده مدراین، رئیس جمهوری از او از خواب بستر میگیرن، در طیاره میاندازن و با محکمه میبرن و باز میگن که این خلاف قوانین بین المللی نیست. بالای کشتی هایی که از دیگه کشور هستن تجاوز میکنن و در این بابت کشورهای غربی با اونا همکاری میکنن. حتی خود جهان غرب فهمید که امریکا تخلف از قوانین بین الدول که چشمه به او پوشاندن. اما همچی اگه تخلفی از کشورهای جهان سوم و اسلامی صورت بگیره، جدا اقدام میکنن و دو بابت دست به هر نوع فتنه و فساد میزنن. این به کلی واضح است که مسئله قانون بین الدول نیست، مسئله حقوق زن، مسئله حقوق بشر، مسئله قانون بین الدول و مسائل دموکراسی همگی فریب هایی هستند که برای رسیدن به اهداف خود در هر جای از بهانه ها و حیله های مختلف استفاده میکنن و کار میگیرن. به هر کشوری که رفتن زیر عنوان و عناوین مختلف اینا اقدام کردن. فرضاً در ونزوئلا مواد مخدر مسئلهش استعمال کردن، در عراق بم اتم مسئلهش استعمال کردن، در لیبیا مسئله حقوق بشر استعمال کردن، در افغانستان مسئله حقوق زن و دموکراسی را استفاده کردن، در عراق، در همه جایا که شما ببینین اینا با همچو عناوین مختلف به صرف بهانه جویی است. بر ایران حالی میگن، در اول میگفتن بم اتم است، بعد حالی گفتن که میزایلا و اینایش باعث خطر به جهان است، حالی میگن که تظاهراتچیان و اینا را اگه بالا شلیک سیر، چرا که نفر از اینا است. نظامی که در هم بر هم میکنن نفر از اینا است. اینا چطور نفر جلوش بگیرن که اونا محفوظ بمانن و جلوی ایران بگیرن؟ ایران اخطار میتن که اگه شلیک کردی مثلا میام و افراد خودم میگن بیغم کار کنین، شما شلیک کردن نمیتونه، ما برش اخطار دادیم. بنانی بازی دوگانه است و این به نظم جهانی خوب نیست. از همین خاطر اگر صحبت های دیروز رئیس جمهور
جرمنی شینده باشن، گفتن که امریکا نظم جهانی را در هم بر هم میکنه و این برای ثبات امنیتی جهان خوب نیست و جهان به طرف یک جنگ نامعلوم و مرموز میبره که باعث تباهی تمام جهان خواهد شد. امید است پرسش شما جواب داده شده باشه.